ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 6 فوریه سال 2023 از بازداشت مرد خبر داد که با دزدی در خط سیر بین بازارهای سخاوت و کاروان گمانبر دانسته می شود. چند روز قبل یک کاربر فیسبوک با نشر عکس دزدانی که در خط سیر بین دو بازار کار میکنند از مقامات ملیته خواسته بود تا نسبت به مرد در عکس‌ها انعکاس یافته چاره‌های قانونی اندیشیده شود. اولوغبک بابوبکوف نوشته بود که این مرد در داخل نقلیات مسافرکش جمعیتی به کیسه‌بری یعنی دزدی مبلغ‌های شهروندان مشغول است. مرکز مطبوعات ملی دوشنبه در اطلاعیه‌اش گفت عاید به حالت مذکور از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده. مرد در عکس‌ها انعکاس یافته شهروند کریموف قیام‌الدین محمد سایویچ سال تولدش 1974 ساکن نویه خراسان دستگیر و به مقامات ملی دسترس کرده شد. عین زمان با مقصد معین نمودن کردارهای جنایتی او کارکردهای اپراتیوی سنجشی ادامه دارد. وابسته به این ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه از شهروندانی که از جانب این نفر مورد دزدی قرار گرفتند خواسته است تا به مقامات ملی مراجعه نمایند.